سلام درنو لیدونکو ستړي مشي د الها د راوړځي د تیرې چهارشنبې فرص چې د جون 9 نیټې سره برابر و د حماس میډیا په ځانګړي ټویټر سپیس کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان قاری سعید خوستی سره د خپل جبري واده او زنداني کېدو کیسه وکړله. نورې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. نوموړي تور پورې کړی و چې قاری سعید خوستی په جبر ورسره واده کړی دی او په وینا یې شکنجه شوې ده. په ورته وخت کې قاری سعید خوستی د الها د لوړځي دعوې ردوي او له حماس میډیا سره یې د خپل واده خبرې یو غږیز کلیپ چې ویل کېږي د الها د لوړځي له لوري ثبت شوی شریک کړی دی. کو څه هم دغه کلیپ له مرکې وروسته له حماس میډیا سره شریک شوی و، خو قاری سعید خوستی نه غوښتل هغه مهال دا غږیز کلیپ خپور شي. خو اوس یې له حماس میډیا وغوښتل څو دا غږیز کلیپ یې خپور کړي. حماس میډیا د دې غږیز کلیپ او الها د لوړځي د خبرو په اړه هیڅ نظر نه لري او د هیڅ یو لوري ننګه نه کوي. نور یې په دغه غږیز کلیپ کې واورئ. تو باید همراه من فقط 5 دقیقه اونجا بیری که اونجا آینه مصاف میشن، اونجا کیک تو میشه. این خود نمیشه که نشه. خوستی رای علی است که تو در کانتیننتال میگیری، اونجا دروازه امنیتی است، سوزن هم پیش نفر باشه صدایش اونجا میبره، ماشین پیدا میکنه او را. فهمیدی؟ مشکل اگر کمره در سالون زنانه باشه که کسی کمره بیای ما نوشته میکنیم هیچ کسی موبایل آوردن نه. صحیح مشکل نیست دیگه. یعنی در سالون زنانه امروی من باید 5 دقیقه بری، 15 دقیقه 3 بار بس. این بچه کجا کدام جا؟ خب همینجا تو فقط یک مرد فقط تو میباشی و پدرم امروی ما میباشه بس. اونجا یک لباس خینه که میکنن به نکاح، تو فقط 5 دقیقه اونجا میای خلاص میری باز. و دیگه ای که به خاطر امی لباس سفیدم که عروس میپوشه تو باید 5 دقیقه اونجا بیایی باشی استاد. بس دیگه فرمان سوره شد دیگه چیزی کنم و موضوع بار از عروسی چطور میشه؟ چون که او امرای با اوزن این چیز نگویی پس به این مانسته خود بعد از او خیلی بکنی چون او پیش از او دیگه 4 سال میباشی توی خانه نمیایی؟ او پسند نمیکنه کجا رفتی؟ بعد از عروسی موضوع بودن در خانه چطور میشه؟ ای را بگو برای من. خوستی او زن اگه تو برش نگویی او چی داره که تو میترسی خوستی؟ بگو بر من او از چی خبر است؟ او مثل تو یک شیشک نیست که موضوع بترسم. خوستی بعد از عروسی نمیشه تو 24 ساعت توجا باشی اید خانه نبیایی. ایره ما باید بفهمم این موضوع حل شد. یک شب رایتان میشیم یک شب او بس خلاص شد. یعنی 4 شب اینجا میباشی 4 شب اونجا میباشی؟ بله. او باز نمیگه کجا رفتی؟ کاری خیلی چی کار داره؟ خب برای من ایره باید امضا کنی. امضا میکنی خلاص. حالا دیگه جگرخون نباش. حالی صحیح است. یعنی باز فکر نکنی که امروی روی خوب کردم مثل سابق باز کدام پلان بگیری. شما پلان را جور میکنید. من زن تو هستم. تاریب میکنید. شما سری من چی بدی دارم خوستی؟ هر روز یک پلان جور میکنید. روز اول چی میگفتی آلی چی میگی؟ خوستی من زن تو هستم. انداختی 2 گلاس نان انداختی مشکلات جور کردی آلی سامان خانم با ما میخری ما قبول میکنیم. صحیح است. از روز اول تا این روز اول چی میگفتی آلی چی میگی؟ روز اول حتی میگفتی که آلی برایتان خانه میریم ما هیچ جای خانه پدر نمیریم. آلی عروسیم شد توی سالونم شد سالون مردنم شد سالون جرنم شد. نفی خودم متوجه شدیم. خوستی او وقت موضوع فرق میکرد. او وقت اگر تو من امور رو میبردی از اوجه من او گرن نمیزدم. آلی کار مردم کلگی هر دقیقه پسند میکنه آیا یه عروسی بدور شده؟ من میگم نه گپ نیست. وقتی که تو را ما برده بودیم امور روزه باز چی میگفتی؟ او وقتا با فرق میکرد. او میگه خودش در دل خود رفته ولی آلی من قوم بشه یا قوم لون
کسی که زبان چیزی بگوید باید با او استاد شد. خوستی شما تو قول خود استاد نیست. یک روز یک کلمه میگید صبح که میخیزی پلانتان بدل میشه، دیگر که گپا میشه، باز یک جنجال میشه. نمیفهم که کی تو تحریک میکنه. شما بفهمن که بیبی خوستی من زن تو هستم. کسی میخوای ممنوع ما باشی. این نیست تو من سبا روز طلاق بدی. ما اولاددار میشیم. بزرگی که نگاه میکنه یا یک اولاده ای مرم گرفته به اوزن میبری که کلانش. خب از بس کنجوس هستی، غیر جنگ میدونی در موضوع دادی. نداریم، کنجوس نیستیم، نداریم پیسه از کجا کنیم. خب پیسه پیدا میشه. تو رقصی گفانم